شهروندان زمین. وظیفه اصلی شما این است که برای همیشه از استقلال بشریت محافظت کرده و آن را دفاع کنید. انجام این وظیفه پایه و اساس وجود شما و آینده شماست. باید این اساس را گرامی بدارید، زیرا شرارت‌هایی هم انسانی و هم فرازمینی وجود خواهند داشت که تلاش خواهند کرد شما را از حق تولدتان محروم کنند. اگر روزی مجبور شدید که از استقلال خود دفاع کنید، نباید به شرایط و امکانات وضعیتی که در آن قرار دارید برای انجام مأموریت خود فکر کنید. این شرایط ممکن است غیر ممکن به نظر برسند. دشمنانی که علیه استقلال شما دسیسه می کنند، ممکن است نمایندگان پیروزی بی سابقه در جهان باشند. با زور یا حیله، ممکن است همه قلعه‌ها و همه انبارهای تسلیحات سرزمین شما تصرف شده باشد. همه ارتش‌های شما ممکن است پراکنده شده باشند و همه گوشه‌های جهان ممکن است به صورت فیزیکی اشغال شده باشند. بیشتر از همه اینها، ممکن است کسانی که در هر کشور و دین قدرت را در دست دارند، دچار خطا، اشتباه و حتی خیانت شوند. این افراد قدرت ممکن است حتی منافع خود را با جاه طلبی‌های سیاسی مهاجمان یکی کرده باشند. ممکن است خود جهان به فقر افتاده و خسته و متروک شده باشد. شما فرزندان بشریت، حتی در چنین شرایطی باید استقلال خود را بازیابید. قدرتی که به آن نیاز دارید، در خون شریف شما که در رگ‌هایتان جریان دارد، وجود دارد.